برای کردن ساز تار به صورت گوشی و بدون استفاده از تیونر به این شکل عمل میکنیم که ابتدا سیم اول، گوشی اول پایه کار ما قرار میگیره. ما اگر خیلی شل کنیم سیم اولمون رو، صدای خیلی ولی میده و مناسب نیست برای تار. و اگر خیلی سفت کنیم ممکنه سیم پاره بشه یا سیم دوم که بر اساس سیم اول کوک میشه پاره بشه. در یک حد معمولی بینابین قرارش میدیم. برای گرفتن گوشی به این شکل عمل میکنیم که شست در بالای سرپنجه قرار میگیره، انگشت اول و دوم گوشی رو میگیره و در حین اینکه به سمت عقربه‌های ساعت یا برعکس عقربه‌های ساعت شروع سفت میکنیم گوشی رو، میتونیم درجا سفت کنیم. البته این تاری که من دارم استفاده میکنم سیستم سرپنجه فلزی داره که نیاز به این سفت کردن نداره، یعنی کافیه که من کمی بچرخونمش و درجا سفت خواهد شد. ولی گوشی عادی مجبوریم با شست تکیه‌گاهی قرار بدیم برای سفت کردن گوشی در جای خودش. برای سیم اول با چپ استفاده میکنیم که سیم دوم صداش بیرون نیاد. خب الان من سیم اولم رو کوک کردم، باهاش کمی میزنم، اینم صداش خوبه، زیر دستم هم راحته و زیاد سفت نیست. میرم سراغ گوشی دوم. گوشی دوم از پشت دست میاد شست بالا، دو تا انگشت سبابه و میانه گوشی رو میگیره، اون دو تا دیگه پایین تر از گوشی قرار میگیرن و به این شکل گوشی رو حرکت میده. این بار با راست جفت سیم ها رو میزنیم. الان ببینید ناکوکه و اگر من با ساز بزنم صدای بدی میده، ناهنجاره. سعی میکنم اول شلش کنم برای کسایی که هنوز گوششون خیلی قوی نشده، سعی کنم برای که سیم زود پاره نشه اول تا حدی که دیگه مطمئنن شلترین حالتی هست که بعد از اون لازم است سفت کنن سیم رو تا هم کوک بشه دو تا سیم اولمون، شلش میکنیم، بعد شروع میکنیم به سفت کردن و گوش میدیم به صدای در این نقطه به هم میرسن و یکی میشن. یه بار دیگه گوش بدیم، شلش میکنم، در یه نقطه اینها با هم دیگه حل میشن. بعد که میزنم صدا خوب هست. در اینجا مطمئن میشم که دو سیم اول من کوک شده و پایه کوک من که سیم اول باشه در ساز تار ایجاد شده. سیم دوم که معمولا 1/4 بمتر کوک میکنیم، یعنی اگر سیم اول 2 در نظر میگیریم، سیم دوم رو سل. برای کوک کردنش موقعی که آشنا به صداها نیستیم دو راه وجود داره. یکی بیایم از سیم اول صدای سل رو تولید کنیم. این صدای سل اکتاو یا هنگام سیم دوممون هست، یعنی ما باید سعی کنیم هنگام پایین‌تر یا 8 نوت پایین‌تر از این رو برای سیم دوم در نظر بگیریم. الان کوکه، ولی اگر به هم ریخته باشه من سعی میکنم سفتش کنم و باهاش چک میکنم، میبینم که درست است. اگر این راه برای شما سخت بود، راه دومی وجود داره و اون که در سیم دوم پرده نوت 2
که حالا در ساز من به دلیل اینکه این پرده اضافی بسته شده 7مین پرده و در سازهایی که 25 پرده‌ای بسته میشن پرده 6م هست، به این شکل عمل میکنم که سیم اولم رو به صدا در میارم، باید هم صدا بشه با این نوت در سیم دوم. الان هم صداست، اما اگر به هم ریخته باشه میبینم که صدای متفاوتی داره. سعی میکنم جستجو کنم در پرده های پایین تر یا بالاتر و ببینم که کجا میتونم این صدای سیم اول رو پیدا کنم. میبینم که حدوداً اینجاست، یعنی یه جایی پایین تر از سیم اول، یه جایی پایین تر از پرده مربوطه. بنابراین باید سفت کنم، کمی سفت میکنم. الان یه پرده اومد بالاتر، باز باید سفتش کنم. باز یه پرده دیگه اومدم بالاتر، کمی دیگه سفت میکنم. الان خوب شده. اگر احیانا بالاتر پیدا کردم صدای دو رو، باید شل کنم سیم رو تا برسیم به نوت دو. سیم دوم من در حال حاضر کوکه. برای گرفتن گوشی این بار انگشت کوچیک رو پایین تر از سر پنجه قرار میدیم و بعد بقیه انگشت دور گوشی و شست کنار گوشی. با انگشت کوچیکه ما میتونیم سفت کنیم، بر جا گوشی رو در جای خودش سفت کنیم و محکم کنیم. پایه کار ما خواهد بود. سیم دوم یعنی در سیم سوم که کوک شد میپردازیم به سیم چهارم. برای سیم سوم هم که با چپ عمل میکنیم، اما برای سیم چهارم با راست. این هم به همون شکل مثل سیم سوم، انگشت کوچیک پایین تر، بقیه انگشت دور و انگشت شست کنار. این بار با راست میزنم. در حال حاضر صدا ناکوک هست. سعی میکنم شلش کنم اول که یه موقع بالاتر نباشه، موقعی صفر کردم پاره نشه سیم. به صدا دقت میکنم. تا حل میشن. انگار مثل دوتا خط متنافر که یک لحظه به همدیگه میرسن و یکی میشه. برای سیم هنگام که معمولا دو کوک میشه مثل سیم اوله، صدای سیم اول رو تولید میکنم، دو، و اون رو میشنوم. الان کوک بود، حالا به همش میرزم. الان یکی شدن. و بعد برای گوشی پنجم هم باز 60 بالای سر پنجه قرار میگیره، بقیه پایینن. برای 60 انگشت سبابه میتونه بره داخل گوشی، 60 این پشت قرار بگیره و به این شکل حرکتمون رو صفر کنیم، یا اینکه به این شکل گوشی رو حرکت بدیم که در جا هم بتونیم صفر کنیم با این پایه. این بار با راست جفت سیم ها رو میزنیم تا صداها در هم حل بشن. الان صدا مناسبه و میتونم برای نوازندگی شروع کنم به کار. بعد از اینکه ساز کوک شد و هماهنگ شد، این نحوه امتحان کردنش هم گرفتن پرده دو و زدن کل سیم ها با هم. در این حالت صدا دو هست، همشون دو هست و هماهنگ هستن. حتی دستباز اونها رو وقتی امتحان میکنیم حالت هماهنگی داریم. هنرجویان دوران ابتدایی بعد از کوک شدن ساز
باید تمرین کنن فاصله دو و سل رو. دو سل اینو بیارن داخل ذهنشون که بعد از اینکه سیم اولشون کوک شد دیگه نیاز به گرفتن پرده یا امتحان در پرده دو نداشته باشن و با گوش بتونن اینو کوک کنن. الان به هم ریخته است. الان کوک شد. اگر هم بخوایم سیم دوم رو مثلا به عنوان نمونه فا کوک کنیم باید کمی شلتر قرار بدیم. در کوک مثلا دو فا دو. یا اگر سیم آخر رو بخوایم ره کوک کنیم صدای ره رو میشنویم و بعد سیم هنگام یا سیم بممون رو سعی میکنیم ره کوک کنیم که طبیعتاً این نیاز به گوش داره، گوش قوی داره و بعدها مثلا اگر شما سل کوک کردین سیم دومتون رو با تمرین میتونید سیم ره رو بدون شنیدن صدای ره کوک کنید. سل رو میشنوید، سل ره سل ره. با تمرین این فاصله در گوشمون انگار صدا وجود داره و این نسبت رو میتونیم رعایت کنیم و ساز رو کوک کنیم. بعد برای جفت کردنش رو اقدام کنیم. در کوک دو سل ره برای امتحان ما میتونیم پرده لا رو بگیریم که با ره هماهنگی خیلی خوبی داره با ره بم و جفتشون رو با هم بزنیم ببینیم که صدا کوک هست. یا پرده سل رو در سیم اول بگیریم همه نوتا رو با هم بزنیم. سل و ره هماهنگن. سیم اول سل، سیم دوم هم سل اکتاو بمترش و سیم ره هم که با سل هماهنگه صدای خوب خواهیم داشت. برای بقیه کوک ها هم به همین شکل عمل میکنیم و میتونیم با گرفتن پرده ها در سیم اول صدای نوت مربوطه در سیم دوم یا سیم بم رو پیدا کنیم و کوک کنیم. در برخی از سازها به دلیل اینکه سیم ها روی شیطونک به سمت سرپنجه تحت زاویه های مختلفی قرار دارن و برخی از اونها شیطونک طولش بیشتر از این ساز هست و سیم در شیطونک فرو رفته و ممکنه در برخی نقاط گیر کرده باشه. با شست میتونیم روی سیم دوم موقعی که بخوایم سیم اول دوم با هم کوک کنیم کمی فشار بدیم به سمت داخل که همین امر باعث میشه اون سیم از شیطونک جدا بشه و بعد که کوک میکنیم کوک رو خوب نگه داره. برای بم هم گاهی برای دقت بالاتر میتونیم این مقدار رهاش کنیم به این شکل یا اینکه با روی اون هم یه فشارهایی بدیم تا باز آزاد بشه و بعد دیگه کوک در نره، چون معمولا این اتفاق در سیم بم بیشتر از بقیه سیم ها میفته. اما در سازهایی که استاندارد باشن و به گوشی های حرفه‌ای تری باشن برای کوک آسان تر که البته اینها کوک رو بهتر هم نگه میدارن، گوشی فلزی، این مشکلات کمتر هست. در برخی موارد هم دیده میشه که دقت سازنده بسیار پایین بوده و سیم ها با هم دیگه درگیر هستن در داخل سرپنجه. یعنی وقتی مثلا سیم هنگام رو نگاه میکنید میبینید که روی گوشی مثلا سیم اول افتاده و موقعی که سفت میکنید یک صدای کشش سیم و برخوردش با سیم های دیگه شنیده میشه و گاهی این گیر بیشتر هست و یک لحظه سیم آزاد میشه. در این مورد باید ساز رو نزد سازنده برد تا این مورد رو برطرف کنه، چون در کوک اشکالات زیادی ایجاد میکنه و ما نمیتونیم به راحتی
کوک دقیقی رو بگیریم. برای کوک کردن ستار سیم اول مبدأ کار ماست. این سیم میتونه که این گوشی مربوط به اون هست میتونه کمی شل یا کمی سفت باشه. اگر خیلی شل باشه موقع اجرا صدا خیلی بد خواهد بود. اگر خیلی سفت باشه ممکنه ناخن خیلی خورده بشه در هنگام نوازندگی، یا اینکه سیم ها زیر دست خیلی سفت باشن یا صدا خیلی زنگ بالایی داشته باشه. بنابراین سعی میکنیم در وهله اول خیلی میانه قرارش بدیم. برای کوک کردن سیم اول انگشت شست کنار گوشی، دو تا انگشت سبابه و میانه کنار گوشی و دو تا انگشت دیگه در پایین قرار میگیرن که در هنگام چرخش بتونیم سفت هم بکنیم، یعنی گوشی رو به سمت داخل فشار بدیم که کوک رو نگه داره. خب امتحان میکنم این صدا مناسب هست و زیاد هم زیر دستم سفت نیست. در این حالت تجربی به دست میاد و ممکنه اوایل مرجویان سیم ها رو پاره کنن، ولی از این حالت نباید بترسن، چون همین پاره کردن سیم ها باعث میشه که کوک رو یاد بگیرن. بعد از اینکه سیم اول که به عنوان پایه ما خواهد بود کوک شد، به سراغ سیم دوم میریم. سیم دوم اگر بخوایم سول کوک بشه، یعنی 1/4 پایین تر بلندتر از سیم اول، صدای سول رو از سیم اول میشنویم و سعی میکنیم اون رو کوک کنیم. الان کوک هست. اگر من به همش بریزم، باز نحوه گرفتن این گوشی هم به همین شکله. این دو تا پایین، دو تا کنار و از شستم رو برو. صدای سول رو میشنوم، اینو میذارم ببینم ناهماهنگه. سعی میکنم کم کم این الان کوک شدن، هماهنگ هستن و صدا درست هست. راه دیگه برای سیم دوم این هست که ما بیایم پرده ششم در ساز رو که هم پرده 2 باشه در سیم دوم با سیم اول صداهاشون رو چک کنیم. اگر هم صدا بودن یعنی دو تا سیممون کوک شده. البته این مستلزم این هست که پرده 2 ما توسط یک استاد دقیقاً در جای خودش درست قرار داده شده باشه. الان هم کوکن. اگر هم کوک نبودن سعی میکنیم سیم ها رو شل کنیم و صدای 2 رو در پرده های دیگه پیدا کنیم. مثلا من الان اینجا پیدا کردم. طبیعتاً چون پایین تر از پرده ششم پیدا شده باید سیمم رو سفت کنم. اگر احیانا عقب‌تر پیدا کردیم باید سیم رو شل کنیم تا برسیم به اینجا. باز دوباره چک میکنم. الان اینجاست، یعنی یه ذره دیگه سفت کنم میرسم به پرده 2. الان هم کوک شدن. برای سیم هنگام سیم اول رو میزنم و سیم هنگام که میخواد 2 کوک بشه هم صدا با سیم اول. اینو به این شکل میتونیم بگیریم. دو راه داره، یا به این شکل 2 تا کنار، 60 کنار، 2 تا پایین، یا به این شکل. این انگشت به این شکل، این کنار و به این شکل سفتش میکنم. اول سعی میکنم شلش کنم، ناهماهنگن، شروع میکنم به سفت کردن. دائما سیم اول رو هم میشنوم تا در هم صداها حل بشن و یکی بشن.
برای سیم بم هم باز به همین شکل. الان ببینید ناکوکه وقتی میزنم صدای خوبی نمیشنوم. سعی میکنم صفر کنم و به در هم رفتن صداها فکر کنم. در حال حاضر هماهنگن و به راحتی دیگه میتونم شروع کنم به نوازندگی. برای امتحان نهایی میتونیم ما پرده 2 رو بگیریم، کل سیم ها رو بزنیم. در این حالت همه 2 کوک شدن و صدای هماهنگی داریم. حتی دستبازها رو هم وقتی با هم بزنیم میبینیم صدا هماهنگ هست. گاهی برخی با همین استفاده از هماهنگی کوک میکنن ساز رو. دقت کنید. الان هماهنگ شد. بعد از اینکه کوک ما آماده شد، هنرجویانی که در دوران ابتدایی کار میکنن برای تقویت گوششون صدای سیم اول و سیم دوم رو تمرین کنن. دو سول دو سول و این فاصله حرکت از 4 بالا به پایین در گوششون قرار میگیره تا بعدها وقتی سیم گوشش به هم خورد سیم دوم با شنیدن صدای سیم اول بتونن کوک کنن. در حال حاضر 2 سیم کوک شدن. موقع کوک کردن سعی کنید این صدای حرکت سیم رو بشنوید تا بتونید به راحتی صداها رو پیدا کنید. اگر از کوک‌های دیگه خواستید استفاده کنید، مثلا کوک 2 فا 2 سیم دوم باید شلتر بشه. این بار 2 در این پرده باید پیدا کنیم صداش رو، این در پرده 9. الان می‌بینیم اینجا نیست چون اینجاست، باید سیم رو شلتر کنیم. الان در اینجا پیدا کردیم. با فا هم هماهنگه، صدای خوبی میده. پرده فا رو که در سیم اول بگیریم صدا هماهنگ کنه. یا مثلا 2 سول ره وقتی سیم دوم سول هست صدای ره رو از سیم اول میشنویم. یا بعدها که تمرین کردیم میتونیم راحت با شنیدن صدای سول ره رو کوک کنیم. کمی سفت‌تر از حالتی که 2 هست باید انجام بدیم. الان سیم ره من کوکه، با سیم اول چک میکنم. و بعد سیم بم رو جفت میکنم. در این حالت اگر سیم زد لا رو بگیرم صدا هماهنگ خواهد بود، باز بم. یا اگر سول رو در سیم اول بگیرم صدا هماهنگ خواهد بود. در کوک‌های دیگه هم میتونیم به همین شکل عمل کنیم. با شنیدن صدا از سیم دوم یا سیم اول سیم هنگام و بممون رو میتونیم کوک کنیم. اگر بخوایم که از تیونر برای کوک کردن تار و ستار استفاده کنیم، دستگاه امروزی که دقت بالا و خوبی هم دارن قابل استفاده هستن. به عنوان نمونه از این تیونر که در حال حاضر با این مدل میبینید، برای روشن خاموش کردنش از این دکمه استفاده میکنیم. اگر در محیط مترونوم بود با دکمه MNT به محیط تیونر برش میگردونیم. احیانا برخی از این
مترونوم ها یا تیونر ها کوک لای استاندارد دیاپازون که 440 هرتز هست در کل دنیا به این شکل استاندارد شده. شما میتونید برای سفت تر کوک کردن ساز این رو بالا ببرید، یا اگر میخواید کمی شلتر کوک کنید از 440 بیارید پایین تر. اما برای حالت استاندارد به همون 440 قرارش میدید. در این قسمت که سی نوشته شده برای حالتی هست که کروماتیک و تمام نوت ها رو به طور کامل تیونر نشون میده. اگر با این دکمه امانتی یه بار فشار بدید، این حالت سی تغییر میکنه به حالتی که مربوط به گیتار هست یا بیس هست یا ویولون هست، و یو مربوط به ساز اوکولله هست که سازی شبیه به گیتاره. این حالت هایی که به جز سی بود برای همون سازهای مربوطه کاربرد داره و تنظیم شده برای نوع سیم هاشون و نوع کوکی که دارن که نوازنده به راحتی بتونه اونها رو کوک کنه. اما ما برای ستار قرار میدیم روی سی و تار قرار میدیم روی سی. در حال حاضر آماده است. همونطور که میدونید سیم های تار و ستار رو ما میتونیم کمی سفت یا کمی شل در نظر بگیریم. اگر خیلی بخوایم سفت‌ترین کوکی که در تار و ستار میشه انجام داد، موقعی هست که سیم اول در مترونوم بنویسه سی انگلیسی با علامت مربع یا همون دیز، یعنی دو دیز کوک کنیم. ببینید الان دو دیز شد ولی هنوز جا داره تا بیاد وسط و سبز بشه. موقعی که سبز شده کوک شده. الان سیم اول من در حالت دو دیز کوک شد. در این حالت سیم دوم بعد جی دیز و این دو سیم بالا هم مثل سیم اول کوک بشن. در کوک استاندارد سیم اول من باید سی کوک بشه. اگر در حالت سی دیز بودم، یعنی این چیزی که الان نوشته بود و کوک قبلی من بود، من باید کمی شلتر کنم سیمامو تا برسم به سی. الان رسیدم به سی، ولی چون اغلبه به سمت مثبت 50 سنت موسیقایی که میدونید هر پرده یعنی فاصله مثلا ر تا می یا دو تا ر 200 سنت موسیقایی هست. بنابراین 50 سنت میشه ربع پرده. وقتی سیم من سی نشون بده و بعد به سمت مثبت 50 باشه، باید کمی شلترش کنم تا سی بشه. الان بی شد و خیلی شلش کردم. در حال حاضر سیم اول من کوکه. در این حالت سیم دوم جی خواهد بود و دو تا سیم بالا سی. اگر میخوام کمی نرمتر کوک کنم، سیم اولمو بی کوک میکنم. الان کوکه. وقتی مثلا بخوام بی کوک کنم، اگر در داخل تیونر بنویسه A، طبیعتا من باید سفت کنم تا به نوت B برسم. اگر A دیز هم بنویسه، باید سفت‌تر کنم تا به B برسم. ممکنه شما ببینید B بمول که همراه B یه B کوچیک هم کنارش هست،
در اون حالت هم باید سفت بشه. اگر C بود و شما خواستید B کوک کنید طبیعتا باید شل کنید، یا اگر D بود باید شل کنید بشه C، شل کنید بشه B. به همون ترتیب A, B, C, D, E, F, G که مربوط به نوت لا، سی، دو، ره، می، فا، سل هست میتونید کوک کنید. این کوک B برای سیم اول در ستار و تار خیلی مناسب و خوش صدا هست. اما اگر بخوایم سیم دوم رو در حالتی که B کوک کردیم کوک کنیم، سیم دوم ما به جای G باید F دیز بشه. و دو سیم آخر هم باز B. در ستار B بمول هم میکنن یا A دیز، چون میدونیم که B بمول و A دیز که همون نوت سی بمول و لا دیز هستن هم صدا هم و یکی هستن. الان سیم من کوک شده. در این حالتی که B بمول کوک کردم سیم اول رو، سیم دوم باید F باشه، دو سیم آخر هم باز B بمول. باز برخی از نوازندگان کوک شلتری رو برای ستار در نظر میگیرن که این در تار پیشنهاد نمیشه، چون خیلی صدا شل و ول خواهد بود. بله، A کوک شد و سیم دوم در این حالت باید E کوک بشه. اگر مثلا خواستیم کوک دو سل ره داشته باشیم، در هنگامی که سیم اول C هست، سیم دوم G و دو سیم آخر D خواهند بود. یا اگر خواستیم کوک دو فا دو داشته باشیم، سیم اول C، سیم دوم F، دو سیم آخر C. و در کوک های دیگه هم به همین شکل عمل میکنیم. اما اگر بخوایم مثلا یکی از سیم ها رو لا کرون کوک کنیم که درش کرون داره، این دستگاه ها به دلیل اینکه کرون رو نشون نمیدن باید کار دیگه ای رو انجام بدیم درشون. به عنوان نمونه اگر من میخوام لا کرون کوک کنم، چون میدونم در ساز لا کرون پرده جلوتر لا بمول یا پرده عقبتر لا هست، یعنی بین لا و لا بمول قرار گرفته. بنابراین در دستگاه اگر A بمول یا G دیز که یکی هستن به سمت مثبت 50 سنت بره، نزدیک بشه، لا کرون من کوک شده. یا اگر A بنویسه در دستگاه و به سمت منفی 50 سنت بیاد، باز لا کرون من کوک شده. امتحان کنیم. الان C دیز هست، من میخوام لا کرون کوک کنم، باید از این شلتر کنم تا برسم به B اول، باز باید برسم به A، شل میکنم، خب الان G دیز نوشت. اگر G دیز رو به سمت مثبت 50 ببرم، میتونم اون رو به عنوان لا کرون بشناسم، یا A رو به سمت منفی 50. در این حالت کوک بر لا کرون در اصل درست شده، چون معمولا به سمت این پایین نمیاد و حوالی اینجاها یا در قسمت مثبت اگه بخوایم در نظر بگیریم تا اینجاها که بیاد نوت رو به پرده ما کوک شده. یه بار دیگه نگاه کنیم. این میشه لا کرون. البته برای دقت بالاتر میشه از تیونه های استفاده کرد که ربع پرده رو هم نشون میدن. در تار هم
به همین شکل عمل میکنیم. سیم ها رو تک تک میزنیم تو این دستگاه. اگر دوبل بزنیم یا چند صدا رو با هم به صدا در بیاریم اشتباه خواهد کرد. در تار هم تک تک سیم ها رو دونه دونه به همین شکل عمل میکنیم تا بوگ دقیقی داشته باشیم. ضمناً این دستگاه داره یک سیم رابط که حالت میکروفون و پیکاپی هست که به ساز وصل میشه. در جاهایی که صدا زیاد هست میتونیم از اون پیکاپ استفاده کنیم یا برای دقت عمل بیشتر میتونیم اون پیکاپ رو وصل کنیم و بوک کنیم.